آخر چرا خدایی که مرا آفریده و سرانجام نیز همه به سوی او باز می‌گردید نپرستم؟ چرا به جای او خدایان دیگر اختیار کنم، حالان که اگر خدای رحمان بخواهد آسیبی به من برساند، شفاعت هیچ کدام از آنها سودی به حال من نخواهد داشت و آنان باعث نجات من نخواهند شد. و اگر چنین کنم بیشک در گمراهی واقعی خواهم بود. اما من به پروردگارتان ایمان آوردم، پس حرف مرا گوش دهید. به او گفته شد وارد بهشت شو. مرد گفت کاش قوم من حقایق را درک می کردند. اینکه خداوند مرا آمرزید و در زمره انسانهای گرامی و با ارزش قرار داده است و ما